سلام دوستان عزیز. چرا با اینکه همه چیز در ظاهر همیشه خوب هسته اما اضطراب داریم؟ امروز میخوام از 3 دشمن آرامش صحبت کنم. اینا رو از خودت دور کن تا معجزه در زندگیت شروع بشه. دشمن شماره 1، مقایسه کردن سمی. تا وقتی به داشته‌های دیگران چشم بدوزی، خودت رو از نعمت‌های حق الهی محروم کردی. اینستاگرام و فضای مجازی دشمن اصلی آرامش تو هست. تو فقط نتیجه نهایی زندگی بقیه رو میبینی، نه تلاش و مسیرشون رو. وقتی وسوسه شدی کسی رو با خودت مقایسه کنی، سریعا از خدا بخواه تا نعمتهای اون فرد رو 1000 برابر کنی و بعدش فقط روی پیشرفت خودت تمرکز کن. دشمن شماره 2، کمالگرایی افراطی. کمالگرایی سمی که باعث میشه کارها رو شروع نکنی. تو منتظری که بی نقص بشی تا شروع کنی، اما جهان با نقصهای تو هم کنار میاد. کمالگرایی در واقع ماسکی برای ترس از شکسته. تو از شکستن میترسی. برای شروع فقط 10% از کار رو با نیت خوب انجام بده. همین 10% خودش قانون جذب را فعال میکنه. دشمن شماره 3، نشخوار فکری و ترس از آینده. ترس تنها دشمنی هست که میتونه آرزوهای تو رو خنثی کنه. هرچی بیشتر از چیزی بترسی، اون رو بیشتر به سمت خودت جذب میکنی. این ترس ها همون نشخوار فکریه که در موردش حرف زدیم، مثل نگرانی بابت شغل یا پول. هر وقت نشخوار فکری شروع شد، با قاطعیت بگو من این فکر رو لغو میکنم. من این فکر رو لغو میکنم. من تحت حمایت الهی هستم. دوستان عزیزم، آرامش شما مقدمه موفقیت شماست. همین حالا روی یکی از این 3 دشمن کار کن. ببین چطور معجزه ها به زندگیت سرازیر میشن. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک کن و کانالمو سابسکرایب کن.